سلام وقتان بخیر، خوش آمدید به یکی از برنامه‌های جدید از چینل افغان لکچر اسپاتس، جایی که ما برای شما خاص‌ترین و شیک‌ترین مکان‌ها را به تصویر می‌کشیم. هم سلامای خدا خدمت شما هموطنان عزیز عرض می‌کنم. امید که هر جای دنیا باشین خوش و آرام سرار باشین. در هفته گذشته ما سری زدیم به رستوران شیک و لوکس کاگورا که تجربه خود را با شما در میان گذاشتیم. امروز آمدیم به یکی از کافه‌های شیک در شهر نو کابل، دن کافه. پس با ما همراه باشید. خب عزیزان، در این بخش برنامه منیجر کافه دنا با خود داریم که اول میخوایم خودشان خود معرفی کنن، بعد از او چند سوالی داریم که ازشان میپرسیم. خیلی خوش آمدین. بخیر سلامت باشین. اول عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیزتان. قدم دوم خوش آمدید میگویم شما را به دان کافه. اسم من ناشر احمد است، اگری تخلص میکنم و مدیر مسئول و بارستای دان کافه هستم. تشکر بسیار زیاد احمد جان. احمد بگویم درست‌تر است؟ احمد نزد. خب عزیزان، ما یک چند سوال از احمد جان داریم. سوال ما احمد جان است، وقتی ما به کافه تان آمدم، یعنی اسم کافه تان به نظر من یک ذره خاص‌تر و جالب‌تر بود. دان، درست تلفظ میکنم؟ درست؟ بله. دان. میشه یک معلومات بدین که دان چی معنا میکنه؟ چرا نه؟ دان کافه یک کلمه است. اول تشکر از اینکه او را درست تلفظ کرده و دوم از اینکه دان کافه یک هر تجارت را که ما بخواهیم آغاز کنیم از یک چیز خاص‌تر او را آغاز میکنیم که یک چیز باشه که جلب توجه بیشتر کنه. بله. به او خاطر ما اول میخوایم بگوییم که دان چی معنا میده، چون به بعضی های مخفف است یعنی نمیفهمن. دان کافه یا دان به معنای طلوع خورشید میباشه و یک کلمه انگلیسی است که این ما از امو استادین چیزایی که دمی عرصه در حساب تجارت یا بزنس کافی شاپ کم ذره تجربه داشت از اونها گرفتیم و یک اسم خاص انتخاب کردیم که فعلا دیگه کار ما رو آغاز کردیم. ببینیم ان شاء الله. بله، چون بیننده ها وقتی که ویدیو را میبینن در ذهنشان همین سوال میاد که ساگدن کافه به چی معنا. و تشکر احمد جان که یک بک‌گراند کامل از نام کافه خودتان دادین. سوال دوم این است احمد جان که بیشتر افرادی که به کافه شما میان زیادتر کدام نوع نوشیدنی ها یا دسرها را اونا فرمایش میدن؟ خب اگر در کل بسنجیم مردم کابل یا مردم افغانستان مردم است که نسبتا با کافه آشنایت ندارن و ما این عرصه را شروع کردیم تا اینا را بخوایم آشنا کنیم به حساب کافه گفته، چون کافه یک چیز موثر در هر جامعه بسنجی است. از حساب کافه بگوییم چون مردم افغانستان نسبتا مخشوشگر هستن یا جستجوگر هستن، میخواین که هر چیز را تست کنن. یک چیز نو میخواین. یک چیز نو میخواین تست کنن. دیگه کافه شاپ ما مینو و اقسام مختلف کافه داره که نظر به مشتری یا پیشنهادات ماست که چه قسم مشتری وارد اینجا میشه، بلد هستن نیستن، یا اگه بلد باشن خودشان میفهمن که چی بنوشن یا چی ننوشن. اگه چیزی که باز بلد نباشه با پیشنهادی ما براشون پیشنهاد میدیم این چیز خوبتر است یا این چیز نیست. بله، قسم خودتان میتونم در این مواخر کافه ها و رستوران های شیک و مدرن نام خدا در کابل زیاد شدن دیگه. به گفته خود شما یک ذره مردم هم آشنایی با اگر با رستوران داشته باشن با کافه همو معرفیشان یعنی خب در این عرصه یک روشنی پرتم، چون در حساب کابل کافی شاپ بیشتر نیست، شاید باشه به تعداد بسیار اندک، اما به حساب بیکری و رستوران خیلی زیاد است. اما اگر از نگاه صاحب یا فضای کافی شاپ بسنجیم این استانداردهایی که باید در حساب یک کافی شاپ باشه نیست که دیگه ما خوشبختانه این را فعلا پیاده کردیم. ببینیم ان شاء الله
با امید پیشرفت. با امید موفقیت بیشتر دارم. خب سوال آخر ما دوستا از همه است که با آینده با کافی چی در نظر داره؟ خب همون قسمی که از دان از همون کلمهش یا از همون اسمش معلوم داره، از دان به معنای طلوع میشه. طلوع هیچ وجه دوباره غروب نمیکنه. بله. ما اهداف بیشتر داریم. شروعش از کابل شده، انشالله چندین برنچ در سطح کابل و اگر انشالله پیشرفت کنیم در بیرون از کشوری حتی اهداف ما است. دیگه اهداف هر بزنس بزرگ باید باشه دیگه. انشالله خدا بزرگ است. ما توقع داریم که در این عرصه هم مردم ما را حمایت کنه. بله. و هم ما چیزی که او کیفیت که باید بدیم برای مردم داده انشالله که مردم بیشتر با کافه ها، با جایی که مربوط به کافه میشه بیشتر آشنایی پیدا کنن. خب تشکر میکنیم از خودتان. بخیر سلامت باشه. تشکر. خب عزیزان در ادامه با ما باشید. خب دوستان، در بخش از برنامه شیرینی‌باف یا دسرهای دن کافه را به شما به معرفی میگیریم که احمد جان برای شما به معرفی میکنه. خب ما در اینجا شیرینی و دسرهای مختلف داریم. به شمول دونات میشه، کیک شیرین میشه، چیز کیک میشه. میتونین در تصویر هم ببینین. این کیک شیرین است که فعلا به خاطر شیرینی افغانی هم خیلی مشهور است و چیز کیک است که خیلی طرفدار داره. بخش دونات هم است که انواع و اقسام داره. راشین کیک میشه یا گلدن هانی میشه که دو نام مختلف داره. و در این بخش هم که میبینین از ما کروسان است که مشهورترین چیز در پلوی کافه. بله. همین چیز میباشه که یک شیرینی ایتالیایی است. و بخش نوتلاس، نوتلا کیک میشه یا بخش کاکائو میشه و یا به حیث رد والویت یا یک نوع کیک ایتالیایی میشه. بله بسیار خوب، تشکر از شما. خواهش می‌کنم. خب دوستان، میخوایم که احمد جان به ما کافه را جور کنه که ما تست کنیم و به شما طعمش بگوییم. احمد جان کدام کافه را میخوایم به ما آماده بسازیم؟ خب قسمی که میفهمین کافه خب فعلا بیشتر است، اما مشهورش ما آماده میکنیم که همون کاپاچینو میشه یا لاته. خب دوستان، شما جریان آماده شدن کافی را دیدین و حالا از احمد جان میپرسیم که چه قسم آماده ساختن و از کدام ترکیبات در این کافی شما کار گرفتین. خب قسمی که شما اینجا میبینین این کافی را که ما به شما جور کردم پرطرفدارترین کافی در سطح دنیا میشه، یعنی به حساب کاپاچینو. طبعا همگی همراهش آشنایت داره. کاپاچینو یک کافی است که فقط از اسپرسو و شیر تمام میشه، اما این که کدام اسپرسو یا کدام کافی را شما استفاده میکنیم مطرح ای است که بهترین باشه. و بالای خود فرق کاپاچینو و لاته همی است که بعضا بیشترین سوال میکنه. کاپاچینو از خود فقط یک فوم داره، به حساب کافه شاپ را ما فوم میگیم، به حساب نرمال و به حساب کف گفته میشه و طرفدار بیشتر داره. کافی نسبتا خوبتر است، با ذوق خود ما مست میتونین اینال خودتون ببینید و تست کنین. تشکر از شما. دوستا کافی را تست میکنیم و ذائقه‌اش به شما میگیم چگونه طعم داره. و واقعا طعم شالیست و شما میتونین بیاین از نزدیک خودتون سفارش بدین و نوش جان کنین و لذت ببرین. عزیزان، این تجربه ما از دن کافه. امیدوار هستم ویدیو پسند شما بوده باشه. بله عزیزان، ما تجربه خود از دن کافی به شما به نمایش گذاشتیم. اگر دوستدار برنامه بودین برنامه را لایک، سابسکرایب کنید و منتظر برنامه بعدی ما باشید.